موزه موری که نام کامل انگلیسی آن The Mori Building Digital Art Museum Borderless تیم لب است، کمی عجیب به نظر می‌رسد، زیرا اولین موزه‌ای است که به طور ویژه به هنر دیجیتال در جهان اختصاص داده شده. این موزه مجموعه‌ای از آثار هنری است که دنیایی بدون حد و مرز را تشکیل می‌ده. آثار هنری آزادانه از درون فضاها از طریق ارتباطات و روابط با افراد، ارتباط با دیگر آثار، نفوذ و گاهی اوقات همپوشانی با یکدیگر نشأت می‌گیرند. ساخت تجربه‌ای جدید با دیگران، غرق در هنر بی حد و مرز و کشف جهان با بدن خود، تجربه‌هایی است که در بوردرلس به آن می‌رسید. در این مجموعه بزرگ با 520 کامپیوتر و 470 پروژکتور دنیایی خلق شده که تاکنون دیده نشده. اگر شما از موزه‌های هنری، موزه‌های علوم تلفیقی، نورپردازی‌های زیبا، موسیقی و یا تاثیر دلنشین تقارن لذت می‌برید، گروه تیم لب موزه هنرهای دیجیتالی خود را با نام بوردرلس واقع در ساختمان بویر شهر توکیو ژاپن به همین موضوع اختصاص داده. تیم لب یک مجموعه‌ای از هنرمندان، برنامه‌نویسان، مهندسان، انیماتورهای کامپیوتری، ریاضیدانان، معماران و طراحان گرافیکی میباشد. آنها استعدادهای خود را با یکدیگر آمیخته می‌کنند تا آثاری مرتبط با شگفتی میان زیبایی و خلاقیت با تکنولوژی مورد نیاز خلق کنند. گروه تیم لب دو مجموعه در شهر توکیو به نام‌های بوردرلس و پلنتس دارد. موزه هنری دیجیتالی موری بیلدینگ که به طور ساده‌تر با نام موزه هنر دیجیتال توکیو نیز شناخته میشه، دنیای بی حد و مرزی است که به تازگی تأسیس شده و بازدیدکنندگان میتونن آزادانه و بدون دنبال کردن مسیر خاصی در آن بگردند. این موزه به طور مشترک با همکاری دو شرکت موری بیلدینگ و تیم لب تأسیس شده و هنر و علم، فناوری، دیزاین و عکس‌های از طبیعت را با شبیه‌سازی کامپیوتری ترکیب کرده. نتیجه کار تجربه‌ای جدید و منحصر به فرد شده که نمیتونید آن را در هیچ جای دیگه دنیا پیدا کنید. این بنا بزرگترین موزه نوع خود در جهانه که به هنر تعاملی و دیجیتال اختصاص داره و بیشتر بر روی شکستن مرزها بین آثار هنری و بازدیدکنندگان تمرکز میکنه. این موزه بیش از 50 کار هنری را در بر میگیره که در 5 بخش مختلف آن پراکنده شدند، اما هیچ مرزی بین آنها وجود نداره تا آثار را از هم جدا کنه. برای مثال بعضی از آنها از اتاق مخصوص به خودشان بیرون زده و تا راهرو کشیده شدند، بعضی دیگر با هم تداخل پیدا میکنند و حتی گاهی به طور کامل در هم میآمیزند. موزه هنر دیجیتال توکیو از 5 بخش اصلی تشکیل میشه که به هم متصل هستند. جهان بی‌مرز مناظری همچون آبشارهای دیجیتالی رو در بر میگیره و آثار هنری این قسمت با توجه به حضور مردم تغییر شکل پیدا میکنه و بازدیدکنندگان میتوانند آزادانه بین آنها قدم بزنند. بخش اتلتیکس فارس با تقویت رشد سلولهای هیپوکامپ مغز، قابلیت استدلال فرازمانی ذهن را به نمایش میگذاره و سعی داره این توانایی رو پرورش بده و بازدیدکنندگان رو در فضای پیچیده سه‌بعدی و چالش برانگیزش غرق کنه. بخش پارک آینده فیوچر پارک پروژه آموزشی است که کودکان میتونن علاوه بر سرگرم شدن با بازی‌های تخیلی، نکات جدیدی رو نیز یاد بگیرن. بخش جنگل فانوس ها مکانی است که بازدیدکنندگان با صدها چراغ رنگارنگ احاطه میشن. اگر بدون حرکت نزدیک یکی از این فانوس ها بایستند میدرخشد و از خودش نوری ساطع میکند که به سمت دو فانوس نزدیکش میره. همان رنگ مشابه نیز از این دو فانوس تولید و به سمت چراغ‌های دیگه صادر میشه و این داستان به همین شکل ادامه پیدا میکنه تا تمام فانوس‌ها روشن بشن. سپس این نور به سمت فانوس اولی برمیگردد. بازدیدکنندگان میتونن در بخش چایخونه چای بنوشن و با یکدیگر معاشرت کنند تا زمانی که چای در استکانتان باشه. شکوفه‌های دیجیتالی درون آن میشکافند و اگر ظرف را تکان دهید گلبرگ‌های آن پراکنده میشوند. شهر توکیو از جایگاه بالایی از لحاظ محیط زیست، اقتصاد و قابلیت‌های زندگی برخورداره، اما تعامل فرهنگی و هنری آن هنوز جای کار داره. و به همین دلیل هنر معاصر و به خصوص موزه هنر دیجیتالی موری بیلدینگ مورد استقبال قرار گرفته و همواره تلاش میکنه تا جذابیت‌های جدیدی رو به نمایشگاه‌هایش اضافه کند تا گردشگران و کودکان بتونن قدرت تخیلشون رو افزایش بدن. با توجه به ماهیت دیجیتالی این موزه، نمایشگاه‌های آن دائم در حال تغییر هستند و اگر چندین بار نیز از آن دیدن کنید با تجربه جدید روبرو خواهید شد. به زودی با دانستنی‌های جذاب دیدنی منتظر شما هستم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. با لایک و سابسکرایب ما را همراهی کنید.